سلام، خوش اومدید به کانال وبگردیز. تو این ویدیو قراره که وردپرس رو در هاست دایرکت ادمین نصب کنیم. تو ویدیوی قبلی دیدیم که چجوری دامنه و هاست رو برای سایتمون تهیه کنیم. حالا بریم که ادامه کار رو انجام بدیم. خب بعد از اینکه پرداخت رو داخل سایت نتافراز انجام میدید، سایت نتافراز چند تا ایمیل براتون ارسال میکنه و یکی از ایمیلایی که براتون ارسال میکنه اطلاعات هاست رو در اختیارتون قرار میده. مثلا آدرس ورود به هاست رو میده، نام کاربری و کلمه عبور رو بهتون میده. شما اون آدرس رو میزنید، نام کاربری که بهتون داده و کلمه عبوری که بهتون داده و روی دکمه ساینین کلیک میکنید. یا میتونید که وارد هاستتون بشید، روی سرویستون کلیک کنید و دکمه ورود به دایرکت ادمین رو بزنید. خب حالا من از همین آدرسی که داده اومدم نام کاربری رو وارد کردم، کلمه عبور رو وارد کردم و روی دکمه ساینین کلیک میکنم. اینجا دایرکت ادمین این صفحه برای من باز میشه. بخش‌های مختلفی داره که ما با چند تا بخشش کار داریم و میخوایم که وردپرسمون رو روی هاستمون نصب کنیم. خب برای این کار باید چیکار کنیم؟ باید اولا که شما بیاین توی خود سایت وردپرس و آخرین نسخه وردپرس رو دانلود کنید. میتونید وردپرس فارسی هم بزنید، هیچ فرقی نداره. خب من وارد سایت خود وردپرس میشم، wordpress.org و اینجا get wordpress رو میزنید اینجا و آخرین نسخه وردپرس رو براتون میاره. شما دانلودش میکنید. خب تا این داره دانلود میکنه، اولین بخشی که ما باهاش کار داریم قسمت مدیریت فایل هست. خب روی مدیریت فایل کلیک میکنید و این قسمت رو براتون باز میکنه. تنها پوشه‌ای که ما توی هاست باهاش کار داریم پوشه public underline html هست. با پوشه‌های دیگه هیچ کاری نداریم. خب اولین کاری هم که انجام میدیم اینه که همه فایل ها و پوشه هایی که داخل این قسمت هست به صورت خودکار رو همه رو با هم انتخاب میکنیم و پاکشون میکنیم، چون ما بهشون نیازی نداریم و قراره که سایت خودمون رو بهش راه اندازی کنیم. حالا وردپرسمون دانلود شد. خب ما اول میایم و اینجا روی آپلود فایلز کلیک میکنیم. سلکت فایل رو میزنم و همون وردپرسی که دانلود کردم رو آپلود میکنم اینجا. خب الان آپلود فایل کامل شد. اینو که بزنیم وارد همین بخش اول یعنی پابلیک HTML میشیم. باید که این پوشه فشرده وردپرس رو از حالت زیپ خارج بکنیم. بنابراین روش راست کلیک میکنیم و گزینه اکسترکت رو انتخاب میکنیم. حالا باید وارد پوشه وردپرس بشیم و تمام فایل و پوشه هایی که اینجا هستن رو انتخاب میکنیم. از منوی ادیت گزینه سلکت آل رو میزنیم، همه رو انتخاب میکنیم و راست کلیک گزینه کات رو میزنیم و وارد پوشه پابلیک HTML میشیم. راست کلیک میکنیم و گزینه پیست رو میزنیم. حالا پوشه فشرده وردپرس و پوشه باز شده وردپرس رو هر دو رو انتخاب میکنیم و پاکشون میکنیم، چون دیگه بهشون نیازی نداریم. از لحاظ امنیتی هم بهتره که پاک بشه. باید بریم سراغ ادامه نصب. خب آدرس سایتمون رو توی مرورگر میزنیم و این صفحه برامون باز میشه، صفحه نصب وردپرس. خب از این لیست زبان فارسی رو انتخاب میکنیم و روی دکمه ادامه کلیک میکنیم. اینجا از ما میخواد که در ادامه پایگاه داده داشته باشیم و اطلاعات پایگاه دادهمون رو وارد کنیم. روی دکمه بزن بریم کلیک میکنیم. اینجا باید اطلاعات پایگاه دادهمون رو وارد کنیم، ولی ما هنوز پایگاه داده‌ای براش نساختیم. پس باید بریم توی دایرکت ادمین و براش پایگاه داده بسازیم. خب اینجا تو دایرکت ادمین PHP my admin رو میزنیم. میگه الان دیتابیسی وجود نداره. اینجا روی ساختن یک دیتابیس جدید کلیک میکنیم. یه اسم براش میذاریم. نام کاربری هم براش مشخص میکنیم. رمز عبور رو میتونیم خودمون بذاریم، میتونیم روی دکمه تصادفی کلیک بکنیم تا یه رمز عبور خیلی قوی براش ایجاد کنیم. بعد روی دکمه ایجاد کلیک میکنیم. اینجا همه اطلاعات دیتابیس رو بهمون نشون میده و همه اطلاعات رو نگه داریم، چون ما میخوایم برای نصب وردپرس ازش استفاده کنیم. من همینجا کلیک میکنم، کپی رو میزنم و اسم دیتابیس پیست میزنم، نام کاربری
و کلمه عبور رو هم اینجا قرار میدم. عنوان پایگاه داده که همین لوکال هاست باشه تغییرش ندید. اینجا هم که پیشوند جدول، وقتی که شما دیتابیس رو میسازید یا عالمه جدول مختلف توی دیتابیس ایجاد میکنه به صورت خودکار که پیشوند اول همه جدول WP هست. حالا برای اینکه شما یه لول امنیت رو بالاتر ببرید اینو خودتون تغییر بدین و یه کلمه چند حرفی بذارید. من مثلا اینو میذارم و روی دکمه فرستادن کلیک میکنم. پایگاه داده رو ارتباط دادیم و راه اندازی نصب رو میزنیم. خب اینجا یه سری اطلاعات مورد نیاز برای سایتمون هست که باید خودمون وارد کنیم. یه عنوان برای سایتمون میذاریم که من الان موقتا میذارم تست و بعدا میتونم اسمش رو عوض کنم. نام کاربری براش مشخص میکنیم. نام کاربری رو اگه نذارید خودش در واقع ادمین در نظر میگیره، ولی باز میگم به لحاظ امنیتی بهتره که اسمشو ادمین نذارید و حتما یه چیز دیگه غیر از ادمین بذارید. رمز عبور میذارید که رمز عبور خیلی سختی براش بذارید و قابل حدس زدن نباشه. یه رمز عبور قوی براش بذارید، میتونید از رمز عبور خودش استفاده کنید و یه جایی نگه دارید که فراموشش نکنید. بعد ایمیلتون رو وارد میکنید و اینجا نمایش به موتورهای جستجو رو اینو تیک میزنیم که فعلا محتوای سایتمون به موتورهای جستجو نشون داده نشه و موتورهای جستجو در واقع سایت ما رو بررسی یا ایندکس نکنن، چون هنوز در حال طراحی هستیم، سایتمون درست نشده و ممکنه که سایتمون صفحات سایتمون اشتباه ایندکس بشن. فعلا اینو تیک میزنیم و بعداً که کار سایت تموم شد، کار طراحی تموم شد، این تیکو بعد حالا راه اندازی وردپرس رو کلیک میکنم. اینجا بهمون میگه که وردپرس کاملا نصب شد و نام کاربری ما و رمز عبور. روی دکمه ورود کلیک میکنیم. خب نام کاربری و رمز عبور اینجا میزنیم تا بتونیم وارد پیشخوان سایتمون بشیم و وارد پیشخوان وردپرس میشیم. اینجا صفحه پیشخوان وردپرسه. خب ما به همین راحتی نصب وردپرس رو انجام دادیم، سایتمون رو راه اندازی کردیم. البته که هنوز خیلی کار داره، ولی اگر شما اینجا روی این دکمه کلیک بکنید میتونید سایت اولیه‌ای که راه اندازی کردید رو ببینید. یه محتوای در واقع پیش‌فرض هم داره. خب مرسی که با من همراه بودین توی این ویدیو. وردپرس رو نصب کردیم و توی جلسه بعدی، توی پارت بعدی قراره که گزینه‌های پیشخوان رو بررسی کنیم و اینکه تنظیمات اولیه سایتمون رو انجام بدیم و بعد بریم سراغ قسمت‌های دیگه. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید، لایکش کنید و برای دیدن ادامه این آموزش کانال من رو سابسکرایب کنید.